رهبران مبارز آرژانتین در دهه 50 و 60 میلادی که در بولیوی کشته شد. سیمون بولیوار. خیر، ایشان اهل ونزوئلا بود. نلسون ماندلا. خیر، اون مال آفریقای جنوبی دوست عزیز. توجه کنید، آرژانتینیه، بسیار معروف هم هستند. دیگو آرماندو مارادونا. به احترام زنده یاد مرحوم مغفور بزرگ مرد فوتبال جهان آرماندو دیوگو مارادونا، 1 دقیقه سکوت. آقا آقا روح شاد باشه. خدا رحمت بفرما الان شما بفرما. جهان باید به خاطر جهل و نادانی شما و امثال